والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهدى. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، ماه شریف رمضان و روز سعید جمعه را که سعید الایام است، از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند رب العزه مسئلت آن را دارم که پروردگار ماه شریف رمضان را از برای امت محمد صلی الله علیه و سلم ماه آمرزش گناهان، ماه طاعات و عبادات صدقی، ماه میل محبت به سوی خدا و به سوی شریعت غرای محمدی گرداند. زیرا واقعا میبینیم که ایمان مردم خیلی خیلی ضعیف شده بوده است. ما که اصلا در مسجد ها میگردیم، با اهل مسجد سر و کار داریم، گمان میکنیم الحمدلله تمام مردم مسلمان همه نمازخوان هستند، اهل مسجد هستند، اما بیرون از مسجد کار و رفتارهای بوده است. به شرافت روزخورهای بودند، به سعادت به نمازان بودند که شماره اونها از شماره نمازگزاران شاید چندین مراتبه بیشتر و زایدتر باشد. پس دعا میکنیم خداوند در این ساعت که ساعت اجابت دعاست، دعاهای ما عاجزا را به درگاهت قبول و مقبول گردان، زیرا که ما مسئول هستیم، زیرا ما از غضب تو خوف داریم. اگر غضب تو که آمد فقط مردم گناهکار را نه بلکه عموم را میگیرد. پروردگار را اینا را، این کورها را چشماشون باز کن، راه هدایت براشون نشان ده تا از غضب تو اندیشه کنند، تا او قوم و ملت هایی که به غضب تو گرفتار شده و نامشان از صفحه تاریخ نیست شده است در مد نظرشون باشد و توبه کنند، به افاقه آیند، رجوع به سوی تو کنند، عبادت تو را به نقصان انجام دهند. مادام که دعوای مسلمانی میکنند، اسلام خود را ثابت سازند. آمین یا رب العالمین. انشاءالله بعد گپ بعد بگوی، ولی بگوی حاجی صبر، ولی وقتی گپ نیست. پس این ماه شریف و ماه بزرگ که ببینه جمعه سوم است، یک حدیث سعادتبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میخواهیم به سمع شما رسونیم. حالی نصفش نکرده، حالی نصف نشده است. ما حدیث شعبانیه را با شما رد بدل می ساختیم، در جای آمدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید فرمود. این حدیث گفته بودم، اسنادش ذکر کرده بودم که در صحیح ابن خزیمه آمده است. راوی حدیث حضرت سلمان فارسی است. پیامبر وقتی که ذکر ماه شریف رمضان میکرد، فضیلت این ماه را بیان میساخت، فرمود هو شهر جعل الله صيام نهاره فریضه و قیام لیله تطوعا. ماه شریف رمضان ماه است که خداوند متعال روزهای آن را برای امت اسلامی فرض گردانده است و قیام شبها، نماز تراویح به شب خواندن، در نمازهای تراویح ختم قرآن انجام دادن را تطوع یا سنت قرار داده است. درباره فریضه رمضان هفته گذشته ما با شما صحبت داشتیم، حکمهاش بیان کردیم. برای تحذیر باز یک بار دیگر بیان میکنم، برای اون مردم بی پروایی که نسبت رمضان اندیشه نمیکنن، بی پروایی میکنن،
که در حدیث صحیح اومده است از عبدالله ابن عباس روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اور الاسلام و قواعد الدین ثلاثه علیهن اسس الاسلام. خلاصه دین مبین اسلام، پوسکنده دین و قاعده ها و ستون های این دین بزرگ سه چیز است که اسلام عزیز در بالای همین سه پایه قامت افراخته است. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. هر کسی که یکی از همین سه پایه را ترک میکند کافر میشود، خونش هدر و مباح میشود، خونش دیگه قدر منزله چگونه میکند. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد شهادت ان لا اله الا الله و صلات المکتوبه و صوم رمضان. همون سه اصل، اولش کلمه شهادت بر زبان راندن است، دومش نمازهای فرضی را انجام دادن و نهایت سومش روزه ماه شریف رمضان داشتن. این فرضی از فرایض الهی است. کتب علیکم الصیام، خداوند امر میکنه بر شما فرض گردانده شد روزه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. پس ای مسلمان ها، هر کسی از شما ماه رمضان دید، رؤیت هلال براش واقع شد، باید البته روزه بگیرد. این فریضه خدا است. در این موضوع ما هفته گذشته صحبت کردیم. خب اگه درباره قیام شب صحبت میکنیم، این ماه است که خداوند قیام شبهای آن را تطوع گردانده است، یعنی عمل نافله و زایدتی. اصلا وقتی که نافله میگن بسیار مفهومی وسیع است. سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست در زیر همین مفهوم داخلند. اصلا احکام شرعی دو نوع میشوند، واجبات و مندوبات. واجباتش فرض واجب در بر میگیرد، مندوباتش دیگر احکام را، یعنی سنت و مستحب و نوافل امثال اینها را. پس این سنت است قیام شبها. خدای تعالی بندگانش که شبخیز هستند به شب عبادت خدا میکنند دوست میدارد، برایشان وعده های داده است، چنان بشارت های داده است که برای شخص صالح و سالم بعد از شنیدن این وعده و بشارت ها باور کنه، حتمی میگردد به شب خیستن عبادت خدا را انجام دادن. زیرا این مهربانی خدا را وقتی شخص میبیند آب میشود. در ضمن سوره سجده خداوند متعال فرموده استعیذ بالله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کاواک میکنن پهلوهاشونا، یعنی ترک میکنن بستر گرم را، میخیزند از مضاجع، از مضجع، از بستر گرم، خداوند بزرگ خیش را عبادت میکنند، دست دعا به سوی او میبردارند، به خوف و به طمع، از ترس غضب خدا و از ترس دوزخ خدا و به طمع دیدار پروردگار و به طمع جنت المأوا و از او چیزی که خداوند براشان رزق روزی کرده است از لقمه حلال استعمال میکنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. پس خداوند میگه، خداوند ما و شما که هیچ کسی نمیداند، هیچ عالمی ربانی و تفتزانی نمیداند که خداوند در عوض این شبخیزی، در عوض این ترک کردن بستر گرم براشان چی نوش نعمتهای مهیا کرده است. خداوند منزلت اینا را تا کدام درجه را بالا میبردارد در عوض عمل شد، در عوض عبادت شبها شد.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. خداوند سوال میکنه آیا او کسایی که مؤمن واقعی هستند، آیا او بنده هایی که شب زنده دار هستند، قائم اللیل صائم النهار هستند، آیا مثل همین فاسق ها هستند؟ یک عیده هستند که فقط دعوای مسلمانی دارند، از مسلمانی غیر الحمدلله هیچ چیزی را نمیدونند و هیچ عملی را انجام نمیدهند. آیا اینو برابر هستند؟ لا یستوون، یا هرگز برابر نمیشوند. هیچ وقت اینو در یک پایه قرار ندارند. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ندیم امت اسلامی، ندیم پیغمبر بود، ندیم ابوبکر، ندیم عمر بود. روایت میکند کنت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر. حضرت میگه بار همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک سفر مشارکت داشتم، شاید سفرش غزوه بود. فاصبحت یوما قریبا منه و نحن نسیر. یک سحر میگه خداوند میسر به من گردان که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشم. اصحاب پیغمبر خدا به حد دوست می داشتن که همه در تلاش بدن که در پهلوی پیغمبر باشند. نوبت نمی رسید. حضرت معاذ میگه یک سعادت بزرگی به من رخ داد. یک صبح در پهلوی پیغمبر افتادم در حالی که حرکت میکردیم. در معرکه میشینیم مردم التماس میکنیم که بچه سوال داره سوال بدیم. ببینه در حال حرکت در غزوه معاذ بن جبل شکرگزاری خدا را داره که من در پهلوی پیغمبر غلطیدم. به چی خاطر؟ به خاطر آن که امکانیت سوال کردن برام مهیا گشت. فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه و یباعدونی عن النار. اخبرنی بعمل اذا عملته یدخلنی الجنه و یباعدونی عن النار. میگه گفتم ای رسول الله یک عمل برای من تعلیم ده که به مجرد کردن آن عمل خداوند مرا داخل جنت کند و از آتش جهنم دور سازد. حضرت صلی الله علیه و سلم تبسم کرد، گفت یا معاذ لقد سألتنی عن عظیم. های معاذ گفت از کار بسیار وزنی سوال کردی. آرزو و آمال تمام بندگان خدا همی است، اما این کاری مشکل است. و انه لیسیر علی من یسره الله تعالی علیه. این گفت میسر می شود به اشخاصی که خداوند براشون آسان گردونده است، خداوند براشون میسر گردونده است. هر سری را سجده هم دستور نیست. خدای تعالی اگر کسی را گمراه کرده باشد سال از 12 ماه در گوشش بخون قبول نمیکنه، میمانه در همون جهالت و گمراهی خود. بعد حضرت میگه ارشاد فرمود تعبد الله ولا تشرک به شیئا و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. یا معاذ گفت میخواهی که داخل جنت شوی و از آتش جانسوزی جهنم نجات یابی؟ پس خدا را عبادت کن، در عبادت خدا کسی را شریک نساز و 5 نماز را برپای دار و زکات مال خیش را بپرداز و روزه ماه شریف رمضان را به طور باید شاید ادا کن و اگر امکانیت قدرت داشته باشی در عمر یک بار سفر حج را باید که اختیار بکنی. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که شوق مراقی مرا دید به سوال کردن پیش دستی کرد، گفت الا ادلک علی ابواب الخیر. ای معاذ گفت دلالت کنم تو را به دروازه های خیر، راه خیر برات نشان بدم.
که با کدام راه ها خیر و ثواب به دست می آید؟ میگه گفتم بله یا رسول الله. حضرت فرمود الصوم جنتون و الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار و صلاة الرجل من جوف اللیل. حضرت گفت دروازه های خیر سه چی هست؟ اولش روزه برای صاحبش سپر است. روزه صاحب خودش از فسق فساد، از بلا و آفات باز می‌دارد. روزه هم سپری دنیوی است هم سپری اخروی. در دنیا از فسق فساد صاحبش باز می‌دارد، در آخرت از آتش دوزخ. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. دوم دری خیر رحمت صدقه و خیرات است که صدقات خطا و گناههای بنده مؤمن رو خاموش و محو میکنند، همچنانه که آب آتش را. شخص توسط زکات، توسط صدقه افطار، توسط صدقات نافله میتواند که گناههای خودش محو کند. یعنی در عوض صدقات خیرات خداوند گناه بنده را محو میکند. حالا انشاءالله موضوع شما در این مسئله مفصلا از صحبت بکنیم. و نهایت سوم گفت نماز مرد در دل شب. دروازه سوم خیر نماز مرد در دل شب است. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعدا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه سه آیه را که از سوره سجده آیه 16 و 17 و 18 هست والله اعلم الحال تلاوت کردیم، ترجمهش کردیم، برای اصحاب خویش خواند، برای معاذ ابن جبل که این مردم بسیار مردم خداداد هستند. کسایی که به شب بستر نرم ترک میکنند، کسانی که به شب به خاطر خدا به عبادت قایم میشوند، کسانی که قایم اللیل هستند، شب زنده دار هستند. زیرا اینا مؤمنای واقعی هستند، توسط عمل خویش ایمان خودشون اثبات کردیان. ایمان اثبات داره. باز تأکید میکنم، به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود، به من مسلمانم گفتن هیچ که مسلمان نمیشود تا زمانی که اسلام تا ثابت نکنی. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود الا اخبرك برأس الامر كله و عموده و ذروة سنامه. ای معاذ گفت خبر دهم تو را از سر رأس تمام کارها، از بهترین تمام کارها و از ستون تمام کارها، از ستون اسلام و از بلندترین قله اسلام که بلندترین قله اسلام در کجا قرار دارد. حضرت معاذ گفت قلت بلا یا رسول الله. گفتم بله ای پیغمبر خدا، به همه خاطر من در پهلوت آمدم ایستادم که یک علم حاصل کنم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود رأس الامر الاسلام. سری تمام کارها اسلام است. به اسلام عمل نیک انسان پذیرفته نمی شود. حالی سوال می شود که مثلا بعضی نصرانی ها و یهودی ها هستن عمل خیر میکنن، کاری نیک میکنن، نمیدونم صدقات خیرات میتن، دستگیری میکنن، آیا یگان سود و منفعت میبرن؟ در دنیا بله، اما در آخرت هیچ سود و منفعتی نمیبرن. زیرا که بدون اسلام هیچ عمل نزد خدا پذیرفته نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. زیرا که از جانب پروردگار صراحتا در قرآن بیان شده است هر کس غیر دین مبین اسلام دین دیگر را اختیار کرده است هیچ عمل از او پذیرفته نمی شود. فردا روز قیامت از اهل دوزخ خواهد بود. پس سری تمام کارها اسلام است. و عموده الصلاح.
ستون تمام کارها، ستون دین مبین اسلام نماز است. یعنی همین دین با این بزرگی و حشمتش در بالای نماز ایستادگی است. و ذروة سنامه الجهاد، زیروه سنامش، بلندترین قله این دین مبین جهاد است در راه خدا. در باره جهاد هم صحبت کرده بودیم که جهاد جانی می شود، جهاد مالی می شود، جهاد زبانی می شود. بلندترین قله اسلام جهاد است. از بس که موضوع ما همون قیام شب است، ما این حدیث تا آخرش همون کوتاه بیان کرده استیم. نباشه این حدیثی است که این با 3 ساعت 4 ساعت خلاص نمی شود اگر شرحش بتیم. بعداً حضرت فرمود الا ادلک یا الا اخبرک بملاک ذلك کله. ای معاذ گفت من به تو بیان کنم که معیاری همه کارها به چی وابسته است؟ حضرت میگه گفتم بلا یا رسول الله. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم زبانش به دستش قپید، فاخذ بلسانه فقال کف علیک هذا. زبانش به دستش قپید، گفت انا میره نگه بدار یا معاذ، زبان نگه بدار. حضرت معاذ میگه در تعجب ماندم، میگه گفتم یا رسول الله و انا لمؤاخذون بما نتکلم به. ای پیغمبر خدا، میگه گفتم آیا خداوند ما را برای سخنی که میگیم عکس میکنه، مجازات میکنه؟ از بس که معاذ از نزدیکای پیغمبر بود، از دوستا بود، از افضل اصحاب پیغمبر است. حضرت فرمود فکلت که امک یا معاذ و هل یکوب الناس فی النار علی وجوههم او علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. یا معاذ گفت مادر در معتمد بشینه. پیغمبر کسی را که دوست می داشت یک دعای داشت به طریق مهربانی، به طریق شفقت بگفت پیغمبر. این نشانه مهربانی و دوستی است. گفت مادر در معتمد بشینه، یعنی که به عجب کسی نمیمره آخی وقتی که اگر پیش از مادرت بردی مادر در معتمد بشینه کو. مادرت گفت در معتمد بشینه، تو مگر نمیدانی که مردم در آتش دوزخ سر کلپا و روکشان برای همین چیزایی که از زبانشو خارج میشوند میبرن میاندازند. اکثر کفر زبانی است، اکثر فسق فساد زبانی است، اکثر گناه های ما به زبان وابسته است. پیغمبر صحابی خچت نصیحت کرده است کف علیک هذا. چه سفسطه های در همین روز نمیگیم، باور کنه از همه گپ دنیا هیچ ما سیر نشدیم. در دهن در مسجد هم لقلق، در درون موعظه رفته است یک عده مردم این نمیدونم در این 24 ساعت از گپ سیر نمیکرده باشن، یا در دهن در مسجد میآیند قال الله و قال رسول الله میرود در مسجد، در دهن در مسجد ایستاده لقلق میکنن. چی گپ است مردم؟ بسیار کارها هست که از سر زبان واقع می شود و این زبان صاحبش میتونه به کفر بکشه. از حضرت عمر روایت هست که بار نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اومد، دیگه حضرت ابوبکر یار پیغمبر صلی الله علیه و سلم زبانش میپوچه، گفت ما غفر الله لك یا ابوبکر. ای ابوبکر گفت بس که این کار نک ترک خدا رحمت مغفرتت کنه، ایش کار است بکنی. حضرت ابوبکر شخص حلیم ترین اصحاب پیغمبر گفت این هذا اوردنی شر المواری. همین زبانی بدبخت گفت مرا در بدترین کارو می اندازد. دایم از دست این زبان نالانم. شخصی با بزرگی ابوبکر از زبانش می ناله. ما و شما که سفسطه گویی و پوچگویی و غیبت مو از سخن خوب و بیشتر است پروا نداریم. خب پس ببینه شخصایی که قائم اللیل هستند و شب میخیزند پیش خدا بسیار محبوب هستند، خداوند دوستشو می‌دارد.
از این گذشته به شب درهای رحمت خدا همیشه باز است. خداوند دعای دعوتگران را اجابت میکند. در حدیث متفق علیه، حدیث بخاری و مسلم آمده است از راوی امت ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: ینزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء دنیا حین یبقى ثلث لیل الاخر. هر شب سخن پیغمبر است، بشارت پیغمبر است. وقتی که دو پاس شب سپری می شود، پاس آخر شب باقی می ماند، خداوند بزرگ میگه به آسمان دوم نزول میکند. یعنی رحمت خدا، مغفرت خدا، نعمت خدا، کرم و بخشش خدا به آسمان دنیا نزول میکند. یقول: من یدعونی فاستجیب له و من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له. خداوند در بعض حدیث ها اومده است شرح توضیح بیشتر قطعی، یک ملائکه را موظف میکنه که از نامش اعلام کنند. کیست؟ شخصی که از من چیزی طلب میکند تا اینکه به او عطا کنم. کیست از من خواهش دارد تا خواهش او را برآورم. کیست او جوانمردی که از من طلب استغفار میکند، از گناهاش توبه میکند تا من گناههای او را بآمرزم. ندا از جانب پروردگار تمام شب به سوی بندگانش که آگاه باشید، شب می رود، آماده باشید، درهای رحمت و مغفرت خدا باز هستند، شتاب کنید، استفاده ببرید از فرصت. از این گذشته در شب ساعت است که در همون ساعت بنده هر خواهش طلب داشته باشد از خدا کند، خدا اجابت میکند. امام مسلم روایت کرده است از حضرت جابر ابن عبدالله که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل الله خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاه الله او الا اعطاه ربه. یعنی پیغمبر خدا میگه در شب به درستی که یک ساعت ساعت اجابت دعا، هر بنده ای که همون ساعت در بیابد و در همون ساعت خدا را التجا و التماس کند، هر دعایی کند خداوند میپذیرد، دعاش قبول میکند. خواه از امر دنیاش باشه، از دنیا چیزی طلب داشته باشه، خواه از آخرتش. و ذالک کل لیلة، پیغمبر برای امتش بشارت میده که هر شب همین ساعت هست. همون ساعت معین است که است، اما علما و محققا و خود پیغمبر گفته است که در شب است و ساعت. از این خاطر بود که تحریک میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب گرامیش. از این خاطر است که خدای تعالی در قرآن بنده هاش تحریک و ترغیب کرده است به قیام شب، که شب خیزید، نماز خوانید، عبادت خدا را انجام دهید. ببینید عجب کارایی میشود در جامعه. بعد فتور حکومت شوروی، همه جمهوریایی که در تابعیت شوروی بدن عقیدهش و همون اتئیسم جنگاور بود، راستی وقتی که تمام عقیدهاش و فترات که بود برهم خورد، دیگر راه حقیقت گم کردن. مردم پیش فالبین و جادوگر توجه کردن. نه فقط در تاجیکستان ما، در تمام سابق شوروی، خواه روسیه باشد، خواه اوکراینش، خواه بلاروسش، پیش اکستراسنس می روند، بیلیمک، چورنیمک، خاک، بلا، که در مجموع همش یک چیز است: جادوگر و ساحر.
ببینید تا کدام درجه این بنده های ناشکر بنده در جامعه زیاد شدن که اگر یک طالبین بدبخت بگه که ساعت 2 شب بخیر فلان دعا را بکن میکنه، اما سخن پیغمبر را میگویش که پیغمبر بشارت داده است امتا که در شب 1 ساعت است، اگر همون شب دریافتی و دعا کردی خداوند اجابتت میکنه. پروا ندارم. این شرمندگی و این کاری نو نیست. در طول تاریخ همیشه همین خلبت است. همیشه مردمی با شک با زن احمق به ادب از مردمی با فضل و با ادب و با ایمان زاییدند. حتی علامه ابن اسیر شاید که همون جگرش سوخته است، از غضبش گفته است، میگه من یزع سلطان اکثر من یزع القرآن. حتی میگه در جامعه اسلامی او کسایی را که حکم پادشاه باز می‌دارد از ترس شمشیر پادشاه، از ترس حکم پادشاه نفسشون باز می‌دارن، همیشه زیادتر هستند از کسایی که از ترس خدا، از ترس قرآن خودشون باز بدارن. حضرت موسی بار به یک نفر یهودی بدبخت که از احبار یهود به دست مراجعت میکنه، حضرت مولوی به نظم کشیده استش بسیار عجیب در مثنوی شریف. گفت موسی با یک مستی خیال کی بدندش از شقاوت و زلال، صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلقی کریم. حضرت موسی از گریبانش گرفت که ای بدبخت ملعون، گفت با وجود این قدر معجزه ها همین تو ملعون بر من شک داشتی، صدها سوال میدادی اگر تو پیغمبر باشی که او تکا، اگر تو پیغمبر باشی که او تکا، تو همون شخصی بدبخت نیستی؟ با وجود آن که این چه معجزه ها نشان تو دادم. صدگمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلقی کریم، 100,000 معجزه دیدی زمن، صدگمانت می فزود و شک زن. آب از دریا، گرد از دریا برآوردم براه، گرد از دریا برآوردم براه، تا رهی دید از چنگ فرعونیان. ز آسمان 40 ساله کاسه و خوان رسید و از دعایم جوی از سنگ پرید. از دست فرعون نجات تو دادم، گفت بدبختا، گرد از دریا برآوردم عیان تا رهی دید از شر فرعونیان. گرد مثال اولی بعضی سوالا هست که آیا از زیر آب از دریا گرد میبروید؟ برومد است. جوابش همی است که بله، این معجزه حضرت موسی علیه السلام است که وقتی که عصاش در داخل بحر انداخت، بحر ده تقسیم شد، زیر بحر ریگ است. وقتی که بنی اسرائیل از بحر میگذشتن، گردی سم اسبا و گردی سم پاهاشو بلند شد. از اون خاطر حضرت موسی میگه گرد از دریا برآوردم عیان تا رهی دید از شر فرعونیان. ز آسمان 40 ساله کاسه و خوان رسید. مدت 40 سال خدای تعالی به سبب دعای من برای شما من سلوا فرستاد. به کار و به محنت و مشقت شما طعام میخوردید، استعمال میکردید نعمت خدا را. ز آسمان 40 ساله کاسه و خوان رسید و از دعایم جوی از سنگ دوید. یک دعا کردم به امر پروردگار، یک نه، حضرت موسی با تیاقش در یک سنگ زد، چشمه جاری شد، 12 فواره قطعی از برای هر یک سبط بنی اسرائیل یک فواره و یک جوی نو. همه چیزا را که با چشم دیدید از من، با وجود این شک شبهه داشته. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی.
با یک باعث یک گوساله که یک جادوگری بدبخت کرده است در او در پیشش سجده کردی؟ چون نبودی بدگمان در حق او؟ چون نهادی سر چنین ای زیشت خو؟ پدر سر گفت چرا در حق او بدگمان نشدی؟ چرا گفتی که این سحر و جادو است؟ معجزه پیغمبر را قبول نمیکردی، اما در پیش ساحری یک جادوگر سری سجده فرود آوردی. سامری خود کی باشد ای سگان که خدای برتراشد در جهان؟ سامری خودش کی است ای سگای ملعون که خدا بتراشد؟ خدا را تراشیده میشید است. پیش گاو سجده کردی اسخری، گشت عقلت صید سحری سامری. گاوی زرین بانگ کرد آخر چی گفت؟ کحمقان را این همه رغبت شکفت. و لعنتی گفت همون گاو باید گفت. چی گفت آخی؟ یگان آیه قرآنه به شما آورد، یگان کلام خدا را به شما رساند، یگان سخن نصیحت آمیز تو گفت است. چی گفت؟ با یک باعث شما خر شده که در پیش گاو سجده کرده؟ زین عجیبتر دیدید از من بسه، لیک حق را کی شناسد هر کسی؟ از این عجایبتر از من دیدید، اما حق هر خس نمیشناسه. هر خس، هر خار خس حقیقت نمیپذیره. یک ساحر جادوگر سینش گفته است که برخت چلیوسین کن. سبحان الله. و میویا انا پیش فلان بینک رفتم گفت چلیوسین کن. آخه رود در خاک تو مگر نشینیدی که خدای تعالی در قرآن گفته است که قرآن شفا است برای مؤمنا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. تو چرا سخن یک فالبین تصدیق میکنی؟ اگر بالفعل همون بدبختی فالبین میگفتد که برای در پیشی لیلی سجده که تو رفتی سجده میکردی؟ این عقل فراست. جامعه مو در آن همین درجه قرار دارد، تو همین درجه را بدبختی. پره روز همراه دو سه محب از ناحیه حصار می اومدیم از یک دهه. به شروع به علم گفتن که امسال از سالهای گذشته دیده روزآخر در قشلاق بان زیاد است. میفهمی؟ ببینه الحمدلله از راهبرای دولت شروع کرده تا اکثری وزیرا و رئیسا همه روزدار هستند. در مردم دهاتی ما که الحمدلله همه مسلمان و مسلمان زاده هستند، روزآخر بود نسبت سالهای دیگر زیاد شده است. شرمندگی را کجا کنیم؟ پس معلوم میگرده که حالی هم به طریق باید شاید دعوت نمیکنیم. همه ما مسئولیم برادرای عزیز، همه ما موظف هستیم. اگر روزدار دیدی لااقل به دهنت نصیحتش نکردی، وای به حالت که ایمانت بسیار ضعیف است. پگه شاید ابو دعوا کنه که این مرده که خوب میدونست یک دهن نصیحت نکرد. برای همه مسئول و موظف هستی. از زخم زبان نترسی. مردم در راه این دین جان فدا کردن، خون ریزاندن. هیچ که نمیکشد تو باید دهن که اینا مسلمان عقل فراست داری و تو روزه رمضان خورده استی. چی دردت رسیده است؟ موی سفیدای فرتوت پیرای فانی روزه دارن، کودککا روزه دارن، مرگی تواری جوان مرد. برسونه نمی چیز دارم. چون که هر جنس را باید جنس خود گاو سوی شیری نرکی رو نهد. حضرت مولوی میگه هم جنس به هم جنسی خودش پرواز میکنه. گاو هیچ وقت با شیر رفیق نمیشه، شیر میخرش. گاو رفیق گاو میشوه، بز رفیق بز میشوه. هیچ وقت رمه گوسپنده را پلنگ یا شیر اداره نمیکنه. رمه گوسپنده را یا یگون گوسپند اداره میکنه یا یگون پیرتکه. هر کس با جنسی خودش همراه است، هر کس با جنسی خودش میگرده. چون ابوبکر از محمد برد بو، گفت هذا لیس وجه کاذب. چون نبود بو جهل از اصحاب درد، دید 100 شقی کمر باور نکرد.
حضرت ابوبکر صدیق که از جنس رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یعنی هم عقیده پیغمبر است، شخص حقگو و حقجو است. پیغمبر دید گفت هذا لیس وجه کاذب، این روی شخص دروغگو نیست، این شخص دروغ نمیگه. اما ابو جهل ملعون از اصحاب درد که نبود، جنسش دیگر بود، خمیرش که دیگر بود، تمام وجود چه غرور و تکبر که فرا گرفته بود، شق کمر پیغمبر نشونش داد. به اشاره انگشت سبابه پیغمبر مهده تقسیم شد که ثبات آن در قرآن اومده است، در حدیث صحیح بخاری اومده است. بدبخت باور نکرد، گفت شاید چشمامو سیاهی زد یا شاید چشمندیمو کردی. ببینه گوهر دل، آینه دل صاف باید تا در او واشناسی صورت زشت از نکو. پس قیام شب ببینه چی فضیلتی دارد. این چیزایی که پیغمبر برای ما وعده کرده است باید به همون عمل کنیم. حق چیزی است که خدا برای ما میگه، پیغمبر برای ما میگه. هر حقیقتی که به همین اصل بزرگ اگر علاقمند نباشن باطلن، اصل ندارن. فراموش نکنه برادرای عزیز. و پیغمبر برای ما تعلیم داده است که در شب پیش خدا التجا کنه، پیش ساحر و جادوگر نروی. خواه او امر دینی باشه، خواه امر دنیوی باشه، از خدا طلب کنه. خدا مشکل کشای شما است، خدا مشکلای شما را حل میکنه. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث زیاد روایت شده است که حضرت خودش قیام شب میکرد، در شب با قرائت‌های دراز میکرد. حتی در بعض روایات اومده است که پاهای مبارک ورم می آوردند. در صحیح مسلم آمده است از حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها که فرمود کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا صلی من اللیل قام حتی ورمت قدماه. پیغمبر خدا شب وقتی میگه به نماز میخست و قایم میشد، همون مقدار قیام دراز میکرد که پاهاش بعضا ورم میانداختن. حضرت بیبی عایشه میگه فقلت یا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای پیغمبر خدا میگه گفتم خدای تعالی ترا بشارت داده است که با وجود معصومیتت حتی اگر گناه کنی گناهات میبخشه. تو اینقدر جان غم میتی، اینقدر مشقت میکشی، چرا این کارا میکنی؟ میگه حضرت در جواب فرمود یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه گفت بنده شکرگزار خدا نباشم؟ ببینید به قیام شب، به نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم شکرگزاری نعمت خدا را انجام میداد، شکرانه نعمت پروردگار را میکرد. زیرا که عاشق نعمت خدا بود، زیرا که عاشق حکم خدا بود، زیرا که بنده خدا بود، بنده صالح، بنده برگزیده پروردگار بود. شبخیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا که بود در به شب در بندند، الا در دوست کام به شب باز کنند. همه درها به شب بسته می شود مگر در پروردگار که به شب باز است. عاشقای حکم خدا، عاشقای نعمت خدا، عاشقای مغفرت خدا، انمو ساعت شب ساعت جلوه شما است، ساعت کوشش سعی تلاش های شما است. باید اجر و ثواب بیشتر و زیادتر در همون شب کسب کنید. حضرت صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و دعا را به بعضی اصحاب شنوانی تو برای ما تعلیم گردد. به شب حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکند کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل یتهجد فیقول اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض و من فیهن.
ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت فإنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. دعا را ببینه با چی زیبایی، با چی شیرینی. انشالله در فیتا آمد ثبتش، همین را بنویسه حفظ کنه. دعای معصوره پیغمبره. یک برادر پره روز بود والله علم سوالم کرده است که یک کتاب دعاها در دستم است. بعد همین بعضی دعاهای میگه گویا پیغمبر همین خیلی گفته است، با گفته است که هر کسی همین را بگه فلان و فلان و فلان کارش برآورده میگرده و یا حتم بر خدا حتم میکنه. گفته برادر کسی همین را جمع آوری کرده است نوشته است، مخصوصا در همون جاهایی که تو خوندی روش سیاه میکنه. دروغ است. این موضوع است. با پیغمبر جعل زده استیان، با پیغمبر دروغی را بسته استیان. این حدیث است که متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردند. حدیث صحیح پیغمبر، دعای صحیح پیغمبر که به شب پیغمبر چی دعا میکرد؟ پروردگارا حمد و ستایش تو را، تو قیم، تو نگه دارنده و مستحکم سازنده آسمان ها و زمین ها هستی و نگاه دارنده تمام اشیا و مخلوقاتی که در این آسمان ها و زمین ها موجود هستند. پروردگارا حمد و سپاس تو را، زیرا که تو صاحب این آسمان ها و زمین ها و هر کسی و هر چیزی که در این آسمان و زمین ها موجود است هستی. پروردگارا شکر و سپاس تو را از برای آنکه نور آسمان ها و زمین ها همه از تو متجلی میگردد. پروردگارا حمد و ستایش تو را، زیرا که پادشاه آسمان ها و زمین ها تو هستی، صاحب همه تو هستی. حمدی تو ای خدای بزرگ، قولی تو حق است، دیداری تو حق است برای مؤمنان، وعده تو حق است هم برای مؤمنان و هم وعیدت برای کافران. جنتی تو حق است، دوزخی تو حق است، ساعت قیامت حق است. پیغمبران تو بر حق مبعوث شدیند. محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بر حق تو و خاتم و افضل جمیع پیغمبران توست بر حق. پروردگارا تسلیم حکم تو هستم، ایمان به تو آوردم و به تو توکل کردم. ای خدای بزرگ، توکلم همش جانب تو نگرانده شده است و از تو اینابت میخواهم و با هر کسی خصومت میکنم به خاطر تو میکنم، هر محاکمه میکنم به حکم تو میکنم. تو مقدم هستی و تو مؤخر هستی، غیر تو اله و معبود نیست. این
مضمون و ترجمه همون آیه بود که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کردیم که بعد نماز شب حضرت صلی الله علیه و سلم همین دعا را میخواند است و برای آن که دسترسی ما شود، یعنی برای آن که حضرت ما را ترغیب سازد. ببینید در زمان بدن حضرت عبدالله ابن عباس که یکی از ذکی‌ترین اصحاب پیغمبر است، شاه مفسرین قرآن، قوه حافظش در میان اصحاب پیغمبر افسانه وار میگشت، به حد افسانه رسیده بود. در نزد همو دعا را کرد تا اینکه حفظ کند و به مردم رساند، به امتش رساند. پس قیام شب ببینید چه فضیلت ها دارد. حضرت عبدالله ابن سلام یکی از احبار یهود که حقگو و حقجو بود، از این خاطر خداوند هدایتش کرد و مشرف به دین مبین اسلام داشت. درباره عبدالله ابن سلام ما با شما صحبت ها زیاد کردیم. چی نوع ایمان آوردن عبدالله ابن سلام من برای شما بیان کردم. حضرت عبدالله ابن سلام روایت میکند، حدیث در جامع السنن امام ترمذی آمده است و در سنن ابو داود میگه شنیدیم که پیغمبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه و سلم به مدینه آمده است. از این خاطر منم میگه به تماشاش رفتم که ببینم چی کس است. وقتی که در چهرش نظر انداختم از چهرش نور میبارید. گفتم این وجه کسی است که هرگز سخن دروغ نگفته است و نمیگوید. در دل میگه گذراندم. ببین آدم حقجو و حقگو همیشه به حق است. بعد میگه حضرت به سخن در آمد، به مردم مراجعت کرد. از بس که در میان مردم هم مسلمان ها بدن هم کافرها بدن، یهودی ها و مشرک ها بدن، گفت یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلون الجنة بسلام. ای مردم، گفت سلام آشکار کنی به هم دیگر، یعنی مهر و محبت و الفت خودتون آشکار کنی، به هم دیگر سلام بتین و هم دیگر با طعام ضیافت بتین. یک جای باعث یک چیز باعث تاسف است که افسوس است، افسوس متاسفانه مردم ما آیسته آیسته همو بعضی اخلاق و آداب غربی ها را گرفته ایستاده است. همو گلوبالیزاسیایی که میگن جهانی شوی امروز متاسفانه در ما رسیده است، مخصوصا در مردمی که در همه خانه های بلنداشانه زندگی میکنند. باور کنید اینکه تعارف به همسایه، دوست داشتن همسایه، پیش مهمان مثلا همسایه را دعوت کردن، همین چی عیبی رفته است. من یاد دارم خورد بدیم در خانه کسی اگر مهمان می اومد حق همسایه را دعوت میکرد. هر کس قدر قوت خودش، یک کسی نان دستش می اومد، یک کسی یک کاسه شوربا می آورد، یک کسی یک کاسه جرغاد می آورد، می شیشتن صحبت میکردن. ما همین کودک بودیم در سر هم دسترخوان می شیشتیم، باور کنه بسیار صحبت های جالب میشد. یعنی مردم به همدیگر محبت داشتن. همین چیز از بین رفته است. بسیاری کارهای میکنیم بر رسم و رسوم و عرف و عادت میکنیم. بعضی همسایه هست که همسایه‌اش نمیشناسه، 3-4 سال در یک پدیده زندگی میکنن، هم دیگر نمیشناسن. آخه این به مسلمان خاص نیست. برای آنکه همون تعارف باشه پیغمبر گفت اطعموا الطعام، طعام بتین به هم دیگر. در حدیث پیغمبر اومده است حضرت ابوذر غفاری را گفت یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها. ابوذر گفت وقتی که شوربا پختی آبش زیاد کن، فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک، بگذار که مزهش کمتر شود. او که زیاد کردی روغنش کم میشه و لذتش کم میشه. اما به همسایه ها یک کاسه نیم کاسه روی که همه چیز گم شده است. باور کنید دیگه حتی در ماه شریف رمضان همه کم به چشم میخورند. اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام، و به شب نماز بخونه در حالی که مردم در خواب هستند، در غفلت هستند. شما به شب نماز بخونه، در این صورت تدخلون الجنة بالصلاة،
داخل جنت میشوی به سلام، به سلامتی و به ایمنی خدای تعالی شما را وارد جنت المأوا میگرداند. ببینید چه نوع بشارت ها است، چه نوع دعوت ها است. اصلا قیام شب خاص فقط برای مسلمانان نیست، برای تمام پیغمبران خدا است، برای تمام مردای صالحی که قبل از ما و قبل از دین ما میزیستند، برای همه خاص است. در جامع السنن ترمذی آمده است با اسناد حسن از حضرت ابی امامه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بار فرمود علیکم بالصلاة اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. بر شما بود ای مسلمانان نماز شب، قیام شب، زیرا که قیام شب عادت مردای صالح پیش از شماست. مردای صالح، پیغمبرای خدا، دوستای خدا، صالحین، صدیقین، همه شبخیز بدن، شب زنده دار بدن، به شب عبادت بیشتر میکردن. و هو قربة الى ربکم و تکفیر للسیئات و منهات للإثم. و همین شب زنده‌داری، عبادت شب، نماز شب قربت به سوی خدا و پروردگار است. خداوند شما را میپذیرد. قربت للسیئات و کفارت گناهان شما میشود و منع کننده و بازدارنده از گناه ها شما را در آینده می شود. شب که اگر خوب نکردی بر روز خوب میکنی. به هر وجه حتی آدم فاسق هم که باشه از فسق یک مدت نفسش باز میداره، زیرا که اگر شب تا سحر بیدار باشه روزانه خوابش میگیره، خوب میکنه، از حرام نفسش باز میداره. یا انشاءالله اگر به شرافت نماز شب خداوند هدایتش کنه دیگه هرگز رجوعی به او گناه نمیکنه. از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که حضرت حتی در وقت بیماریش قیام شب ترک نمیکرده است. در حالت بیماری یکی از علمای تابعین عبدالله ابن ابی قیس میگه نزد مادر ما بیبی عایشه رضی الله عنها تشریف آوردم. میگه گفتم مادر جان یک نصیحتم کن. میگه فرمود لا تدع قیام اللیل. ای عبدالله گفت قیام شب ترک نکن، هرگز قیام شب ترک نکن. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یدعه و کان اذا مرض صلی قاعدا. زیرا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قیام شب ترک نمیکرد هیچ وقت. حتی زمانهایی که بیمار بود میگه حضرت نشسته نماز میخوند، در حالت نشستگیش نماز میخوند اما قیام شب ترک نمیکرد. از حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله روایت میکنند که حضرت مدت 40 سال خواب نکرده است، شب خواب نکرده است. غرض با وضوی خفتن نمازی بامداد میخوان مدت 40 سال. این روایات به حد تواتر رسیدیان، اشخاص بزرگ صاحب مرتبه ایرا بیان کردیان. از حضرت عبدالله ابن مبارک که یک عالم و محدث بزرگ اسلامی است روایت شده است. شخصی در نزدش حضرت امام مذمت میکرد، گفت وای به حالت بدبخت که را مذمت میکنی. مذمت میکنی شخصی را که مدت 40 سال با طهارت خفتن نماز بامداد خوانده است. مذمت میکنی شخصی را که در هر شب در یک رکعت نماز ختم قرآن میکرد. تو مذمت میکنی شخصی را که اصول فقه من از او مختم. حضرت ابن حجر حیتمی علامه عالم بزرگ شافعی مذهب در کتاب خویش اینا را همه را بیان کرده است که به حد تواتر رسیدن، یعنی یگان شک شبهه در این نیست.
بعضی برادرای شکاک هستن راستی زنگ میزنن بسیار که خیلی باور تو میآید که شب تا سحر به یک طهارت آدم نماز بخونه. ما جوان هستیم، بچه هستیم، طهارت مون قپیدن هم بتونیم. گفتم آقای دادر جانا شما خودتون به امام اعظم قیاس نکنه. آخه مثل امام اعظم ابو حنیفه ها در تاریخ انگشت شمار هستند. میفهمی شما؟ خدای تعالی براشون کرامات داده است، براشون برای آنکه تبلیغ حکم خدا و شرع خدا کنن سلامتی داده است. تو اگر گفتم اینقدر نوباور باشی بدبخت، بیا گفتم یک روز شریک من شو، من که غیرت ندارم شب تا سحر بیدار بستم، نه که اینمی طهارت بامداد قطعی نماز خفتنم میخونم در پیشت. قبول میکنی در این صورت؟ همین ما یک آدم عاجزی نیمکاره به طهارت بامداد نماز خفتن خونده میتونم که روز از شب دهازی درستر است. پس چخیل امام اعظم ابو حنیفه به طهارت خفتن نماز بامداد خونده نمیتونست است؟ چرا به زعم خود شما بدبختو شور و ولوله میدازید؟ در صورتی که عالمای بزرگ مثل عبدالله ابن مبارک، مثل حضرت ابن حجر حیتمی، مثل امام سیوطی، مثل شاگردای امام اعظم ابو یوسف محمد، صدها و صدها نفر که به حد تواتر اخبارش رسیده است ایرا بیان میکنند، یک کودک دیروزه حالی نه علم نه سواد نه دانش نه عقل همه امیره به زیر شک میکشه. پس قیام شب برادرای عزیز عمل صالحای قبل از ما و شما به دست باید که احیاش کنیم. متاسفانه صحبت ما به پایان نرسید. انشاءالله هفته آینده از همین جایی که قطعش کردیم با صحبت ادامه خواهیم داد و در ضمن درباره نماز تراویح صحبت خواهیم کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه نوع تراویح خواند، چند رکعت خواند، نماز 20 رکعته از کی واقع شد و چه نوع به اجماع اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. انشاءالله مفصلا صحبت خواهیم کرد. در آخر یک قصه که برات بیان میکنم. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی را همه شنیده. یک شیخ بلند پرواز عالم بزرگ در مذهب امام احمد حنبل بود، هم فقیه بزرگ است، هم محدث بزرگ و هم یک شیخ بزرگ است که واقعا کراماتش ثابت شده است. مردم زیاده که گواهی میدی هم بر کراماتش. شیخ در زمان سلطان سنجر ماضی میزیست. سلطان سنجر برای دعوتش کرد که در همون بغداد چی خارزار میگردی؟ یا شیخ گفت بیا، گفت من همین ملک نیمروز برات هدیه میکنم. هدیه ای تو. نیمروز نام یک ولایت بزرگ است، یک سرزمین کلانه که امروز به فکرم بین 3 دولت تقسیم شده گیره. یک حصهش در ایران، یک حصهش در افغانستان، یک حصهش در پاکستان. خیلی کلان است سرزمین. شیخ یک مکتوب نوشت به سنجر، عذرخواهی کرده، بعد یک نظم نوشته است: چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در ضمیر بود هوس ملک سنجرم. اگر میگم من همین ملک سنجر و ملک دنیا را آرزو کنم، خداوند مثل چتر سنجر بخت ما سیاه کنه. چتر سیاه هست بود، خودم همین اکثر زانتیکا سیاه هم. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در ضمیر بود هوس ملک سنجرم. زان روز که یافتم خبر از ملک نیمه شب، من ملک نیمروز به یک جو نمیخرم. از وقتی که خدای تعالی دولت ملک نیمه شب برای من داده است، من ملک نیمروزی تر یک جو قدر نمیکنم. پس باید از همین بزرگا عبرت بگیریم. ببینید خاصتا در ماه شریف رمضان برای او سریخرک میخیزیم، برای طعام خوردن میخیزیم. چی شرایطی خوبه.
در همین مدت اگر تا اویلوهامو دسترخوان تنک میکنن تا مادرها مثلا کوسه شیرچای میورن، ما امکان داریم که فقط روحامون نه بلکه یک طهارت کامل کنه. چی مشکلی داره؟ 2 رکعت نماز بخونیم، نماز تهجد، از خدا التجا کنیم که پروردگار در زندگیمون برکت عطا کنه، خداوند سعادت دارین برامون نصیب گردون. آخه چی مشکلی داره؟ همین کارا التماس میکنم برادرای عزیز ترک نکنید. یکی از سبب‌های آن که دعای مسلمان‌ها دیگر او قدر مستجاب نیست به سبب این تنبلی مونه که تا صبح از خواب غفلت نمیخیزیم. پیش پیغمبر خدا مرد را ذکر کردن، گفتن شب تا سحر خواب میکنه. مرد مسلمان از اصحابش بدست شب نمیخیزه نماز بخونه. حضرت گفت بال شیطان فی اذنی، در گوشش گفت شیطان پرانده است، شیطان شاشه کرده در گوشش کر شده. همین خاطر ندای ملکوتی را نمیشنوه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.